خشک کن تونل خورشیدی، غذای سالم و درآمدزایی. دستگاه استارتاپی نابغه. پیشینه: در بسیاری از مناطق جهان تا 50% از میوه‌ها و سبزیجات برداشت شده از بین می‌روند، نه به دلیل خشکسالی، بلکه به دلیل پوسیدگی آنها قبل از رسیدن به سفره. چه میشد اگر راهی برای حفظ این فراوانی، تبدیل زباله به ثروت، تنها با قدرت خورشید وجود داشت؟ با خشک کن تونل خورشیدی آشنا شوید، یک فناوری زیبا و ساده که عزت و استقلال را برای کشاورزان، خانواده‌ها و کل روستاها به ارمغان می‌آورد. مشکل و راه حل: در طول برداشت قیمت‌ها سقوط می‌کنند. بازارها غرق در رکود هستند. اما چه میشد اگر می‌توانستید برداشت خود را ذخیره کنید و وقتی قیمت منصفانه شد، آن را بفروشید؟ خشک کردن غذا یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نگهداری شناخته شده برای بشریت است. اما خشک کردن در فضای باز خطر باران، حیوانات، حشرات و کثیفی را به همراه دارد. نتیجه: غذای فاسد. اینجاست که خشک کن تونل خورشیدی وارد عمل می‌شود، یک راه حل محافظت شده، کم هزینه و خورشیدی برای خشک کردن میوه‌ها، سبزیجات، گیاهان، گوشت ماهی به طور تمیز، ایمن و کارآمد. چرا اینقدر قدرتمند است؟ ویتامین‌ها طعم و رنگ را حفظ می‌کند. به برق نیاز ندارد. از آلودگی محافظت می‌کند. فقط از خورشید و یک پنکه ملایم استفاده می‌کند. محصولی شیرین، مغزی و آسان برای نگهداری یا فروش تولید می‌کند. یک واحد را می‌توان خیلی سریع و با هزینه کم با استفاده از مواد محلی و ابزارهای ساده ساخت. ایمن است، زیبا است و کار می‌کند. مزایا: با خشک کردن طعم میوه‌ها تشدید می‌شود، مواد مغزی قوی تر حفظ می‌شوند و طعم شیرین‌تر و غنی‌تر می‌شود. ویتامین‌ها و مواد معدنی در محصول باقی می‌مانند به جز ویتامین که کاهش می‌یابد. میوه‌ها و سبزیجات خشک عاری از مواد نگهدارنده هستند. غذای خشک کیفیت غذایی عالی دارد و طعم و مزه آن فقط به میزان کمی تحت تأثیر فرایند خشک کردن قرار می‌گیرد. فیبر و کربوهیدرات بالا، چربی کم، غذاهای خشک را به انتخابی سالم تبدیل می‌کند. ویتامین که در طول خشک کردن حفظ می‌شود. فضای ذخیره‌سازی کمی مورد نیاز است. هزینه‌های حمل و نقل کاهش یافته، وزن محصولات خشک شده حدود 1/6 محصولات تازه است. به انرژی کمتری نسبت به انجماد یا کنسرو کردن نیاز دارد. فناوری بسیار ایمن بدون ولتاژ بالا، بدون دمای مصر. ایمنی مواد غذایی از طریق پاستوریزاسیون در طول خشک کردن بهبود می‌یابد. خشک کن‌های تونل خورشیدی سریعتر از روش‌های سنتی خشک می‌شوند و فساد را کاهش می‌دهند. آنها بازارها و منابع درآمد جدیدی را باز می‌کنند و برای استارتاپ‌ها ایده‌آل هستند. کشاورزان قدرت چانه‌زنی بهتری به دست می‌آورند. بهره‌وری کشاورزی می‌تواند تا 50% افزایش یابد. میوه خشک بدون شکر دسری ایده‌آل برای افراد دیابتی است. مناسب برای خورش سوپ، تنقلات، غلات بستنی و پخت. کودکان عاشق شیرینی غذای خشک هستند. در مقایسه با خشک کردن در هوای آزاد، محصولات را از حشرات، پرندگان، سگ‌ها که برای گوشت و ماهی ضروری است، محافظت می‌کند. محصول بهداشتی است، حشرات و میکروب‌ها کشته می‌شوند. از باران، باد، گرد و غبار و آلودگی محافظت می‌شود. نیازی به چرخاندن نیست، هوا از هر دو طرف در گردش است. رنگ‌ها زنده می‌مانند، مثلا گوجه فرنگی، پاپریکا. صرفه جویی در کار، رها کردن محصول در طول شب یا در هنگام باران بی خطر است. کیفیت مواد مغزی بهداشت و رنگ بهبود یافته است. چگونه کار می‌کند؟ این خشک کن از یک جمع کننده خورشیدی سیاه برای گرم کردن هوا استفاده می‌کند که به آرامی روی مواد غذایی روی سینی‌های توری درون یک تونل محافظت شده جریان می‌یابد. یک فن کوچک خورشیدی گردش هوا را تضمین می‌کند و فرایند خشک کردن را تسریع و تثبیت می‌کند. نتیجه: محصولی تمیز، محافظت شده و خوش طعم. چه چیزی را می‌توانید خشک کنید؟ میوه‌ها موز، انبه، آناناس، سیب، انگور. سبزیجات گوجه فرنگی، گیاهان معطر، فلفل، هویج. همچنین ماهی، گوشت، ادویه‌جات، چای قهوه، قارچ و موارد دیگر. میوه‌ها برای خشک کردن ایده‌آل هستند زیرا قند و اسید زیادی دارند. سبزیجات به دلیل قند و اسید کم سخت‌تر هستند. گوشت به دلیل محتوای پروتئین بالا نیاز به احتیاط دارد.
خشک کردن ماهی نیاز به تمیز کردن کامل بین هر بسته دارد. محصولات خشک شده شیرین، رنگارنگ و مغزی هستند. کودکان از آنها لذت میبرند، افراد دیابتی از آنها سود میبرند و خانواده‌ها میتوانند مواد غذایی را بدون یخچال نگهداری کنند. توانمندسازی افراد، تغییر زندگی. این خشک کن چیزی بیش از غذای خشک انجام می‌دهد، استقلال ایجاد می‌کند. فروش محصولات خشک، ارائه خدمات خشک کردن، تشکیل تعاونی، راه اندازی کسب و کارهای کوچک، کاهش ضایعات مواد غذایی، تغذیه بهتر خانواده‌ها. در آفریقای جنوبی پروژه اولناتان میوه‌های خشک را به شکلات و آب میوه خشک را به کنسانتره تبدیل کرد که باعث ایجاد شغل و عزت نفس می‌شود. سادگی با تأثیر همراه است. در مقایسه با انجماد یا کنسرو کردن، خشک کردن خورشیدی نیاز به موارد زیر دارد. بدون شبکه برق، بدون مواد شیمیایی، بدون سیستم‌های پیشرفته. ایمن‌تر است، تمیزتر، هوشمند در برابر آب و هوا، پر از فرصت. خشک کردن خورشیدی فراوانی را به ثبات و زباله را به ثروت تبدیل می‌کند. و بهترین قسمت، شما می توانید خودتان یکی بسازید با مواد محلی، دستورالعمل‌های ساده و دستان خودتان، برای خانه‌تان، برای روستایتان یا به عنوان یک وسیله امرار معاش. دعوت اختتامیه. خورشید برای همه می درخشد. بیایید از موهبت آن برای تغذیه، توانمندسازی و محافظت استفاده کنیم. خشک کردن خورشیدی فقط یک تکنیک نیست، بلکه فلسفه‌ای از سادگی، تاب‌آوری و عشق به آنچه پرورش می‌دهیم است. بیایید آن را محقق کنیم، هر بار یک تونل، با حمایت قلبت، دستانت و قدرت از طبیعت. برای سلامتی خود، مردم خود و برای سیاره زمین کاری خوب انجام دهید و در حین انجام آن پول خوبی کسب کنید. این فراوانی واقعی است. نور خورشید را به تغذیه، مراقبت را به عمل و یک ابزار ساده را به منبع شادی و درآمد تبدیل کنید. با خشک کن تونل خورشیدی از آنچه اهمیت دارد محافظت می‌کنید، برداشت محصول سلامتی، آینده خود و عزت خود. غذای سالم، خانواده‌های قوی، آینده‌های روشن. با یک قدم کوچک و گرمای خورشید شروع می‌شود. اختیاری مراحل خشک کردن مواد غذایی. 1. انتخاب محصولات تازه و بدون آسیب. 2. تمیز کردن، شستش و ضد عفونی. 3. آماده سازی، پوست کندن، برش دادن و غیره. 4. پیش تیمار، مثلا سفید کردن، پوشاندن با ویتامین، نمک زدن برای ماهی. 5. خشک کردن. 6. خنک کردن، صبر کنید تا دما کاهش یابد. 7. بسته بندی از شیشه‌های دربسته، ظروف پلاستیکی یا کیسه‌های پلاستیکی دربسته استفاده کنید. 8. نگهداری در جای خشک، تاریک و خنک نگهداری شود.